یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نه به من چه این ماشین با ما نیست و 10 بچه ها میخوام یه ولاگ یزد بگیرم کنسل شد آیا بعد بگیر یزد بگیر شرمنده ولاگی همینجا به پایان رسید این خودتو حالت عادیش هم میذاره صفر خب پس بکنم وقتی میشه دیگه بس بازش نکنید چون بسته نمیشه آره دیگه سهمیه چی ندید به ما؟ بیا یه تخمه بهت بدیم مجید تو هم که میخوای بخوابی تو الان هیچ کدوم دنگی نیست میگه بیا تو نه تخمه دنگیه یه چی دارم اصل یواشک خواهی چرا آجی جان امیر حسین حوصله حرف زدن نداری نه؟ علی میخوری؟ هرچی استفاده کنه دنگیت کرد مسافرت آهنگی اون باشد بچه دوست دارم بمون با من Oh nice to meet me Oh my جلویی بریم یا بریم اصلا خود ورودی خون که پارک هستش داره یوتیوبی خب بچه ها امکانات صبحونمون نه بچه ها دروغ میگه مایتابه نیست نه دروغ یه مایتابه بزرگ داریم بچه ها امیر حسین هم داره میاد. شگی داره نون خالی میخوره آقا خب گشتم از 5 صبح دارم میگم گوشنمه شما ماشینتون خیلی بار این برا نده آها خوب شد بچه الان دیگه ببین این وقت پخته شد تمام شد آقا همش ندن آقا من 10 بار گفتم اینو هم نکنید دیدی تعلم بچه فاطمه رایده بخورید خوشم اومد ببین خوشم اومد تموم شد بخورید اینجا بگیر یه دونه ببین داد اینجا بگیر یه چرا دونه میشه قشنگه میشه بیا مای هارت طفل معصوم اینجا گفته بودم اگه یز نیای دوباره توی این چشمای من اشجاری میشه قصه اومدن باز من تنها
بچه میده بخواد زندون اسم تو خود زندون بزنیم خب کدومش نیاد مثلا این نوشته هادرون باش یعنی مواظبم باش مثلا این نوشته هادرتم یعنی مواظبتم همین کلمه رو کنن هادر خود باش یعنی مواظب خودت باش دیگه چیز دیگه تا نیستش بنده نباشی اینجا میگه تا بنده نباشی تا بنده نباشی یعنی چی؟ یعنی میگه آقا تا بندگی نکنی تا بنده به معنای درخشان نباشی بعد مثلا اینجا نوشته شیر کاکائو من خب خیلی شیر کاکائو دوست دارم میگه آقا تو شیر کاکائو منی متوجهی چی میگم اینجا نوشته خدای به قلبمون عقل بده این چیه؟ نازا کن نشکیچم قربون صدقه رفتنه نه؟ یه جورایی الو خسته شدم از وقت که با غریب ما دیدمه در راه عشق و عاشقی چه بی‌وفا دیدمه بهترین برای من بود و بهترین دیگر بود رنج و غم تو سینه من چیزای قطعی رو بمانی نوار کاستا رو ببینی؟ منم میخوام کو؟ مهدیه ببینم اینو؟ چشتو بس بچه اگه صبح میمنه لا داری کتاب شاهنامه برو کجا تو خرید الان تو داری بهتر از این میخندی که اینجا عکسشو نشون بده خریدارشونه منم یه امین حسین برو کنار مبارکشون باشه قول داده الهام خانم واسه من یه دونه بگیره که اینو لطفاً میگم این دو تا این تیگهشو بوق میذارم خواهش میکنم 2 تا مویتو دو تا محیط زداش موهیتو یکیش برای تشکر خواهش میکنم 2 تا شکل شکل پیشیه
بریم به سمت امیر چخماق. نمیدونم راستش چیه، یه ساختمونه. آره تموم شد حرفم. بچه بلد نیستم چیا باید بگم. امروز خیلی بهمون خوش گذشت. اول خوابیدیم، بعد نه اول غذا خوردیم، بعد خوابیدیم، بعد لباس پوشیدیم، بعد اومدیم بیرون. خب اینا که میگه خیلی چرته. چرا واسه مردم ماشاءالله. یه خواننده داشت رو موتور میرفت و چه چه میزد برامون. موتوریاشون عجیب ترین موتوریایی که تا حالا دیدم. اصلا تو یه لول دیگن. بچه ها ما خیلی گشنمون بود دیگه، پایانشو واسه تون میگیرم.